شمردم برای شما، یه دونش هیچ کشوری تا به امروز انجام نداده. و در نهایت پس من بحث راهبرد بله تموم شد بحثم. من بحث راهبرد بستگی به آمریکا و ایران قرار دادم. گفتم اگر آمریکایی ها بخوان نامبر وان بمونند باید این منطقه رو به ایران واگذار کنن، بحث اسرائیل خودشون حل کنن، اصلا حل کنن، چون ایران تمایل ندارد. ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای منافع هم خودش هم آمریکا در اینجا به وجود میاد و اونا نامبر وان میمونن در مقابل چین، میرن چین رو مهار میکنن و مسئله اوکراین رو. اما ایرانی ها راهبردشون اگر ایران رهبری به اضافه مقاومت باشه خب این طولانی مدته. اگر دولت‌های منطقه‌ای همگرا بشن، حالا بحث دولت‌های مسلمان این هست که شما وقت نداری، من پایان میدم. شما 9 دقیقه صحبت کردید. بسیار جناب آقای دکتر زیبا کلام 9 دقیقه میتونیم در خدمتتون باشیم. ببینید شما تا صبح هم اگه بشینید اینجا آخرش نمیفهمید که ایشون چی میگه، یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چی هستش. از هابز و لاک و لویاتان و افلاطون و ارسطو بگیر تا مرشایمر رو نمیدونم اینا. چرا اینا موفقن؟ چون قدرت دارن دیگه، حکومت دست ایناست، قدرت دست ایناست. چرا علیرغم مطالبه که میگن که واقعا هیچ سنخیتی به هم دیگه ندارن، هیچ هارمونی با هم دیگه ندارن، اینا ایشون محصول، یعنی اون چی که جناب الله کرم گفتن، محصول دو عامل است که اینا رو موفق کرده. یک، عقب ماندگی هولناک و وحشتناک علوم انسانی در ایران. دو، استبداد و دیکتاتوری. استبداد و دیکتاتوری باعث میشه که ایشون هر چی دلش میخواد بگه، هر کاری دلش بخواد بکنه، هر سیاستی که میخواد اجرا بکنه. نه پاسخگو هستش در قبال کارهایی که میکنه، نه انتقاد میشه ازش کرد، نه مخالفت میشه باهاش کرد، نه پاسخگو به مجلس هستش. هر کاری که دلشون بخواد میکنن، چون پاسخگو نیستن، چون ورای قانون عمل میکنن، هر چقدر که دلشون بخواد خرج میکنن. و بعد هم عقب ماندگی وحشتناک علوم انسانی. اگر در مملکت دموکراسی وجود می داشت، اون وقت نظرات ایشون به چالش کشیده می شد، حرفاش به چالش کشیده می شد و نمیتونست انقدر راحت. ببین همه چیزی که ایشون میخواد بگه این هستش که ما غولیم. چرا غولیم؟ چون با آمریکا ما سرشاخ میشیم. ایران و آمریکا، ایران و آمریکا. ببینید شما تو ابتدایی ترین، اولیه ترین مسائل مملکتتون موندین. هی شما خودتون رو میخواین با آمریکا مثلا سرشاخ بکنین که ببینید ما با غول داریم چیز میشیم و اینا. شما میخواین من برای شما احترام قائل بشم؟ شما اگه دریاچه ارومیه رو نذاشته بودید خوش بشه، من برای شما خیلی بیشتر احترام قائل میشدم تا سرشاخ شدم با آمریکا. شما اگر طالاب انزلی رو نجات داده بودین، من خیلی بیشتر برای شما احترام قائل می شدم. شما اگه تکلیف زباله های آمل و رشت و تهران و اینا رو حل بکنید، تکلیف زباله ها رو، من خیلی برای شما بیشتر احترام قائل می شدم تا اینکه بگید ما با آمریکا مشکل فقط ما و آمریکا هستیم و اینا. شما این ناامیدی و سرخوردگی که تو نسل جوانتون به وجود اومده، تو نسل‌های جوانتون، نسل‌های بعد از انقلابتون به وجود اومدن، تو دهه 80 یا تو دهه 70 یا تو دهه 60 یا شما اصلا تو رویایین، توی کره دیگه هستیم، واقعا تو برج آج دارین زندگی میکنین. شما اصلا تو جامعه زندگی نمیکنین، شما واقعیت‌های جامعه رو نمیبینین. همین تو رویا ما با آمریکا چیز هستیم. اینو خودشون گفتن، اینو خود جک سولیوان گفته، ما نمی‌فهمیم زیبا کلام چی میگه. ما با آمریکا. حالا گیرم هم که شما از نظر نظامی انقدر قوی شدید که آمریکایی از شما ترسیدن. و این باعث میشه که دریاچه ارومیه خوش نشه. این باعث میشه که آلودگی هوا انقدر قربانی نگیره.
این باعث میشه که اتومبیل‌های ساخت ایران اینقدر تو جاده‌ها تصادف و کشتار و مرگ نداشته باشن. میدونید یعنی حتی اون چیزی که شما میگید اگر در عالم واقعیت تحقق پیدا کنه که آمریکایی‌ها بترسن از ایران و بگن که ما نمیتونیم با ایران چیکار بکنیم، ایران خیلی قویه، ما نمیتونیم سر بزنیم. حتی اگه شما به همچین جایگاهی برسین، این چه نفعی واسه مردم داره؟ این تولید